پلیس ملی افغانستان همان گونه که شعارش است در خدمت مردم قرار داشته و به صورت شبانه روزی می‌کوشند که امنیت را برای مردم در سطح کشور تامین کنند. این نیروها با بزرگان، مصفیدان، امامان مساجد و دانشمندان همواره دید و بازدید می‌کنند و در سرکوب حراست‌افکنان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی‌کنند. این نیروها در مقابل قاچاقچیان مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، گشت و گذار افراد ولگرد و استفاده‌جو، جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی، وسایل فاقد اسناد و پاکوری شیشه‌های دودی وسایل نقلیه و مسائل دیگر که ارتباط نزدیک به امنیت مردم دارد مبارزه می‌کنند و خوشبختانه که دستاوردهای خوب در این راستا دارند. آنان تعهد کردند که تا یک قطره خون در وجودشان باقی است از مردم و وطن خود دفاع می‌کنند و در مقابل حراست‌افکنان ایستادگی می‌کنند. نیروهای حوزه چهارم پلیس نیز همواره تلاش می‌کنند تا امنیت خوب را برای باشندگان این منطقه فراهم بسازند و با افراز چک پوینت های ثابت و سیار گزمه های دوامدار توانستند که رضایت مردم این ناحیه را فراهم بسازند و جلو فساد را در این منطقه با پایینترین سطح رسانیدند. سمونمل سید خالد حقپرست آمر حوزه چهارم پلیس کابل به مردم اطمینان می‌دهد که نیروهای پلیس حوزه چهارم آنچه در توان دارند را برای مهیا ساختن زندگی امن برای باشندگان این منطقه به خرج می‌دهند. در جریان امی معرفی که ما تقریبا مدت 20 روز میشه که ما سمت آمریت حوزه چهارم به عهده داریم. فعالیت‌های بیشتر ما تمرکز یافته بالای انحلال باندهای سارقین مسلح و انحلال گروپ‌های سازمان یافته و همچنان کاهش سرقت وسایل که خوشبختانه نقاطی را که ما از قبل تثبیت کرده بودیم با تیم جدیدی که اینجا معرفی شدیم چک پوینت های هانی ما اموجا موقعیت گرفته و گزمه های موتردار و پیاده ما نقاط از قبل تعیین شده افراز شده که بسیار الحمدلله نتیجه مثبت به بار آورده. بدون همکاری مردم هیچ کس نمیتونه هیچ ارگانی که وظایف خود به وجه احسنش پیش ببره. خواست ما از مردم شریف ناحیه 4 همی است که با پلیس خود قسمی که سابق همکار بودن و همکاری داشتن حال هم همکاری خود ادامه بدن و همکاری خود بیشتر بسازن تا ما بتانیم با همکاری و راهنمایی مردم شریف ناحیه 4 یک امنیت مطمئن ارائه کنیم و مردم در یک آسایش تام زندگی خود پیش ببرند. و در ضمن شماره 100 پلیس 119 پلیس همیشه وقت فعال است. مردم میتونن که از این شماره ها استفاده کنند و یک شماره را که خودم دارم 24 ساعت در خدمت همشهریان شریف ناحیه 4 قرار داره که عبارت از 0791 170 111 دوامدار فعال می باشه. پیش خودم می باشه. هر نوع مشکل و یا هر نوع اشیای مشکوک، واسطای مشکوک، انسانهای مشکوک که در سایه خود می بینن با ما به تماس شوند تا ما بتوانیم جلو فعالیت های خصمانه دشمن با وجه احسنش بگیریم. بعد از این تحول اخیری که آمد آمرای حوزه جدید شد، جوانای بسیار مستعد. امیدواریم مردم در کل حوزه‌های کابل همی است که امنیت دوباره خوبتر شود. اما با کمال تاسف که در 15 روز پیشتر حتی تا یک هفته پیشتر هم در ساحه حوزه 4 که این منطقه خانه جایی است که من زندگی میکنم بعضا صدای فایرهای تیت پراکنده صورت میگیره. اما ما ارتباط میگیریم، اینا وظایف خود انجام میتن. امیدواری مردم بیشتر است. امیدوار هستم با آمدن از جوانایی که به سمت آمرین حوزه و آمرین جنایی و معاونین آمدن وضعیت بهبود پیدا بکنه و مردم به آرامش برسن. و ما در کل نه راضی 100% هستیم و نه هم ناراضی هستیم که بگیم خب اینا کاری نمیکنن، اینا در توانشان میکنن. اما تقاضای ما از کارمندای بلندپایه حکومت وکیل صاحبا، نماینده های مردم امی است که اینا هم به پلیس احترام بگذارن. چنانچه که شما دیدین وقتی که مرا استاد کردم کارتای سلاح من نشان دادم. اینا به خاطر امنیت ما و امی ملت همیجا هستن، تمام روز خاک میخورن، دود میخورن. به اینا احترام داشته باشن و وقتی که دست میتن استاد بکنن و کارت سلاحشان نشان بدن تا یک مشکل ایجاد نشه، مشکل امنیت. ما شبانه روزی کار میکنیم. ما شبانه روزی در خدمت مردم خود هستیم، در خدمت وطن خود میهن خود هستیم و ما به طور دوامدار کار خود میکنیم و اگر 100% راضی نباشیم 60% ما از کار خود راضی هستیم و با ادامه از رضایت ما حمایت مردم خود کار داریم. مردم باید همراه ما همکار باشه، ما را حمایت کنن و پشتیبانی مردم
ما به پشتیبانی مردم خود ضرورت داریم تا ما با یک روحیه بلند بتانیم در خدمت مردم خود باشیم تا یک فضای صلح و آرامش به مردم خود به وطن خود فراهم بسازیم. هر فردی که به ما توصیف کند ما پشتیبانش هستیم، همراهش همکار هستیم، به خاطر عادی حیثیت آرامی کشور و وطن خود خدمتگزار هستیم. ان شاء الله نظر نیک است، کارهای خوب انجام میتن، پست‌هایشان فعال است، کارهایشان فعلا آنم میبینید در سرک‌ها به اصطلاح آماده است، گزمه‌های به اصطلاح شبانه روزی دارند، پست‌ها فعالیت میکنه، مردم پشتیبان نظام خود است و ما مجبور هستیم که به اصطلاح پشتیبانی کنیم، بسیط باشیم در پالیشان، حالت دوم اختیار کنیم. اگر ما این کار نکنیم، رضایت نداشته باشیم، مشکل به جای دیگه میرسه که زندگی ما به حالت بدوی و بدی میره و فعلا ما رضایت داریم. مردم پشتیبان به اصطلاح نظام خود است، ما عسکر دوم خود معرفی میکنیم، مجبور هستیم که پالی به اصطلاح نظام خود استاد شیم و از عسکر و به اصطلاح نظام خود دفاع بکنیم.